سلام، من زینا هستم و ازتون میخوام که برای چند دقیقه آینده اجازه بدید صدای من راهنمای مراقبه امروز شما باشه. لطفاً با پشتی صاف و کشیده در هر وضعیتی که دوست دارید بشینید. یک دم عمیق بگیرید و با بازدم چشمهاتون رو به آرومی ببندید. دم، بازدم. به بالا و پایین رفتن قفسه سینه‌تون توجه کنید. آگاهی ها رو فرا بخونید. دم، بازدم. به هارمونی نفس هاتون دقت کنید. به رقص هوا درون سیستم تنفسیتون. از سوراخ‌های بینی گرفته تا انتهای ریه ها. ازتون میخوام که توجه و آگاهی رو به انتهایی ترین نقطه ستون فقرات، چاکرای اول بیارید. تصور کنید که یک گوی سرخ رنگ نورانی در اون ناحیه شروع به درخشش میکنه. یک دم عمیق بگیرید و بزرگ و نورانی تر شدن این گوی سرخ رنگ رو احساس کنید. اجازه بدید این نور سرخ رنگ اتصال بین بدن شما و زمین رو بهبود ببخشه. حالا توجه و آگاهیتون رو به چاکرای دوم بیارید که در زیر نافتون قرار گرفته. تصور کنید که یک گوی نارنجی رنگ نورانی در اون ناحیه شروع به درخشش میکنه. یک دم عمیق بگیرید و بزرگ و نورانی تر شدن این گوی نارنجی رنگ رو احساس کنید. اجازه بدید تا این نور نارنجی رنگ رابطه شما با احساسات و خلاقیتتون رو بهبود ببخشه. توجه و آگاهیتون رو به چاکرای سوم، چاکرای شبکه خورشیدی که در بالای ناف قرار داره بیارید. تصور کنید که یک گوی زرد رنگ نورانی در اون ناحیه شروع به درخشش میکنه. یک دم عمیق بگیرید و بزرگ و نورانی تر شدن این گوی زرد رنگ رو احساس کنید. اجازه بدید تا این نور زرد رنگ رابطه شما با قدرت درون و اعتماد به نفستون رو بهبود ببخشه. حالا توجه و آگاهیتون رو به سمت چاکرای قلب ببرید. تصور کنید که یک گوی سبز رنگ نورانی در اون ناحیه شروع به درخشش میکنه. یک دم عمیق بگیرید و بزرگ و نورانی تر شدن این گوی سبز رنگ رو احساس کنید. اجازه بدید تا این نور سبز رنگ رابطه شما با عشق و همدلی رو بهبود ببخشه. توجه و آگاهی رو به سمت چاکرای پنجم یعنی چاکرای گلو ببرید. تصور کنید که یک گوی آبی رنگ نورانی در اون ناحیه شروع به درخشش میکنه. یک دم عمیق بگیرید و بزرگ و نورانی تر شدن این گوی آبی رنگ رو احساس کنید. اجازه بدید تا این نور آبی رنگ رابطه شما با راستی و توانایی راستگویی رو بهبود ببخشه. حالا ازتون میخوام که توجه و آگاهیتون رو
به سمت چاکرای ششم، یعنی چاکرای چشم سوم که در میان دو ابروها قرار گرفته ببرید. تصور کنید که یک گوی نیلی رنگ زیبا در اون ناحیه شروع به درخشش میکنه. یک دم عمیق بگیرید و بزرگ و نورانی تر شدن این گوی نیلی رنگ رو احساس کنید. و با بازدم تصور کنید که این نور تمام وجود شما رو در بر میگیره و شما رو با یک حس روشنبینی پر میکنه. اجازه بدید افکارتون آروم بشن و اون خرد درونی چشم سوم رو بیدار کنید. از خودتون بپرسید در حال حاضر چه چیزی رو نیاز هست بدونم؟ یا بالاترین حقیقت من چیه؟ و ببینید که چه بینشی به سمت شما میاد. به هر پاسخی که به سمت شما میاد اعتماد کنید و اجازه بدید تا راهنمای شما باشه. حالا توجه و آگاهیتون رو به تاج سر، یعنی چاکرای هفتم ببرید. تصور کنید که یک گوی بنفش رنگ نورانی در این ناحیه شروع به درخشش میکنه. با بازدم تصور کنید که این نور تمام وجود شما رو در بر میگیره و شما رو با یک حس روحانیت و الهی پر میکنه. اجازه بدید تا ایگوی شما و یا هر احساسی مبنی بر جدا بودن شما از باقی کائنات ذوب و ناپدید بشه. خودتون رو بخشی از یک وجود والا در نظر بگیرید که با تمام جهان هستی و الهیت در ارتباط هست. با تمام موجودات احساس هماهنگی و وحدت کنید. همینطور که به دم و بازدم ادامه میدید، تصور کنید که تمام این چاکراها به صورت هماهنگ شروع به درخشش میکنند. در درون بدن و ذهنتون احساس تعادل و سلامت کامل کنید. به دم و بازدم ادامه بدید. به لحظه حال و به بدن فیزیکی خودتون برگردید. و هر موقع که آماده بودید به آرومی چشمهاتون رو باز کنید. اجازه بدید تا هارمونی و تعادلی که در طول این مراقبه احساس کردید برای باقی روز همراه شما باشه. خدا نگهدار.